جایی بین دامنه‌های جنوبی زاگرس و سواحل خلیج فارس، بزرگترین نخلستون دنیا قرار داره. دشتستان، محل زندگی 8 میلیون نخل. یکی از بزرگترین جنگل‌های کاشته دست بشر که میلیون‌ها ایرانی رو طی 4 قرن سیر کرده یا از قحطی نجات داده. دشتستان در دل خودش ده‌ها شهر و روستا گنجونده. ما به دعوت محمد به روستای قلعه سفید رفتیم تا شاهد مراسم بارور کردن نخل باشیم. قبل از ورودمون به نخلستون با محمد به گفتگو نشستیم. کسی که علاوه بر جهانگردی، شغل آبا اجدادی نخلستونداری رو هم حفظ کرده. خیلی درخت عزیزیه برای آدم‌ها، یعنی به اندازه یک فرزندی برای آدم‌ها اینجا اهمیت داره، تا حدی که نخل فروختن یه جور نه ولی یه جور کار زشته. شاید کسی نخلشو بفروشه فقط در یک صورتی، مثلا آدما نخلشون رو میفروشن که جون یک کسی رو بخوان باهاش نجات بدن، بخوان بابت خونبهایی بدن پولشو، یا مثلا یه همچین چیزی نخلشون رو مثلا میفروشن. وگرنه نخلشون رو کسی اینجا نخلشو نمیفروشه. دقیقا مثل فرزندتی که هیچ وقت حاضر نیستی بفروشیش. خیلی خیلی بچه است واقعا، خیلی مراقبت میخواد نخل. اینجوریه که دیدی میگن نخل آب نمیخواد، اوکی، یا نخل آب نمیخواد، تو بهش آب نده، تو اصلا بهش 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال آب نده، 7 سال بهش آب نده، جمع میشه اون هسته مرکزی پنیره، چند تا شاخه وسطش میمونه، دیگه همون میمونه، به تو به هیچ باری نمیده. یعنی از خودش محافظت میکنه. وقتی تو ازش مراقبت نکنی خودش مجبور میشه از خودش محافظت کنه و خودش یه جایی نگه داره. به محض که 1 سال 2 سال بهش آب بدی، باز دوباره برمیگرده به حالت اولیه، باز دوباره شروع میکنه به بار دادن و با بار دادن 3 4 سال هی بهش ازش مراقبت کن، بهش آب بده، بهش کود بده. اینا یه دونه نخل تکی داشتیم ولی این دیگه تو وسط این جابجایی و تغییر سیستم آبدهی و اینا، این دیگه نرم بود، یه نخل نری بود. بعد ما ولش کردیم، همینجوری گفتیم ول کن، اینو دیگه نمیخواد، چون فاصلهش زیاد بود، لوله نکشیدیم و اینا، گفتیم ولش کن. فکر می‌کنم بالای 10 سال این نخل آب نخورد، نخل نه، ولی همونجوری مونده بود برای خودش. حتی یه دونه تاره نرم نمیداد که مثلا تو بتونی باش گرده افشانی کنی. 1-2 سال پیش من اینجوری شدم که نیاز داریم به تاره نخل نر کم داشتیم، چون نخلمون زیاد شده بود، نخل کاشته بودیم و اینا. اومدم آب کشیدم و بهش مثلا آب رسوندم و اینا. الان فکر میکنم بیشترین تعداد تاره نخل میده برای بارور کردن بقیه نخل. تو 2 سال خودش احیا کرد و برگشت باز دوباره به حالت برترین نره. آره الان تقریبا برترین نریه که داریم. نخل‌ها مثل خیلی از درختای دیگه جنس نر و ماده دارن. نخل نر اواخر زمستون تارونه‌هایی در میاره که به وسیله اونا نخلای ماده بارور میشن تا خرما بدن. دشتستان بیشتر از سالی 1 میلیون تن خرما میده. به خاطر همین برای بارور کردن نخلا و رسیدن به حداکثر ثمردهی نمیشه منتظر گرد افشانی به وسیله زنبورا موند. کشاورزا باید خودشون دست به کار بشن. به این پروسه که الان داره مثلا تو نخلستون اتفاق میفته بهش میگیم بو دادن یا همون گرد افشانی. دارو میبینی؟ همین گردان که نخل رو بارور میکنه و به اینم میگیم بو. تاره نخل نره ما بهش میگیم بو. یه سری نخلا خیلی راحت بارور میشن، این مثلا نزدیکشون هم باشه بارور میشن، ولی یه سری نخلا نه، باید حتما اینو بذاری تو وسط تارهاشون که در اومده، بعد اونا اونجوری بارور میشن، سخت‌تر بارور میشن در واقع. نخلستوندارا معمولاً سالی 4 بار از نخل بالا میرن. 1 بار برای بارور کردن، 1 بار برای آرایش نخل، 1 بار برای چیدن ثمر و در آخر هم برای هرس کردن برگ‌های خشک. محمد تارونه‌های نخل نر رو تیکه تیکه کرده و باید امروز از حدوداً 50 تا نخل ماده بالا بره و تک تکشون رو بارور کنه.
چند تا ابزار کار مهم داره. اولی پروند. یک کمربند بافته شده از طناب که دور کمر خودش رو نخل میبنده تا بتونه از بدنش بالا بره. بعدی اره که باهاش شاخه‌های خشک مزاحم رو میبره. داز هم ابزار دیگه‌شه که باهاش تیغ برگ‌های جلودستی رو میتراشه. مهمترین ابزار اما دست‌ها و دهان خودشن که به کمکشون برگ‌های نخل رو ریش ریش میکنه تا بعد قرار دادن تارونه نخل نر وسط تاره نخل ماده برگ رو دورش ببنده و مهارش کنه. این یه دونه رو میبینی؟ این 3 تا دونه است در واقع. وقتی که ما میریم این تارای نخل نر رو میذاریم وسطش و میبندیم، این باعث میشه که 2 تا از اینا بسوزن. 2 تا از اینا بسوزن و یه دونه ازش در بیاد که اون یه دونه خرما میشه. اما اگه نذاری این کارو نکنی، هر سه با هم رشد میکنن و خرما هم نمیشن، میشه همینجوری میمونه. حالا تو زبون محلی بهش میگیم سیس. نخلا نیاز واقعا به مراقبت خیلی انسانی دارن. انگار میفهمن، انگار مثلا باشون حرف بزنی میشنون. مثلا من بابام یادمه که توی نخلستون راه میرفت و اینا شاهنامه میخوند، کلا به همون سبک شاهنامه خونی شاهنامه میخوند و اینا و با نخلا حرف میزد. من مثلا ازش پرسیدم که در مورد شاهنامه، من اصلا کلا پرسیدم اینو که برای کی میخونی، الان اینجا کسی نیست. میگفت که نخلا میفهمن. ضرب المثلی داشت اینجوری بود که به نخل میگن که نوبت آب شده، نوبت آبت اومده، بعد نخله در جوابش میگه که صاحبم کی میاد. محلی‌ها میگن نخلا روح دارن. من به چشم خودم دیدم. وقتی آفتاب داشت غروب میکرد و صدای اذان از دوردست شنیده میشد، کشاورزا دونه دونه میرفتن خونه و ما آخرین نفرات باقی مونده در نخلستون بودیم. به شکل عجیبی احساس تنهایی نمی‌کردیم. جادوی نخلستون رو فقط در تنهایی میشه کشف کرد.